الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه که پیرامون آداب اسلامی است شما را خوش آمدید میگویم. یکی دیگر از سلسله برنامه هایی که تحت عنوان آداب اسلامی است پیرامون آداب صدقه دادن هست، پیرامون آداب زکات دادن، صدقه دادن، خیرات دادن، کمک کردن به بینوایان و مستضعفین هست. همه شما میدانید که فقرا و مستضعفین به دست اغنیا و ثروتمندان حقوقی دارند، مال دارند، سرمایه دارند که عبارت از همان زکات و یا صدقه هست. قرآن عظیم الشان اشاره میکنه: و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. پس فقرا و مستضعفین حق و حقوقی به دست ثروتمندان دارند و ثروتمندان باید آن حق و حقوق را درست و صحیح بپردازند. به این که زکات چگونه داده شود، نصابش چی اندازه هست و کسی که زکات میدهد چی جایگاهی به نزد الله سبحانه و تعالی دارد و کسی که زکات و صدقه نمیدهد چی وعیدها و عذابها برایش گفته شده، همه واضح و مشخص بارها و بارها پیرامون زکات و نصاب و مسائل احکام فقهی زکات و صدقه صحبت شده. اما بحث ما پیرامون آداب صدقه دادن هست. چگونه صدقه بدیم، ترتیب صدقه دادن. این حکم که از احکامات اسلامی هست از خود آداب داره. از جمله آداب صدقه دادن اینه که صدقه از پول حلال باشه. یک برادر وقتی صدقه میده، زکات میده، خیرات میده، کمک به فقرا و مستضعفین داره، این صدقه باید از راه حلال باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ان الله طیب، الله سبحانه و تعالی پاک هست، طیب هست، لا یقبل الا طیبا، قبول نمیکنه مگر پاکی را. پس صدقه که در راه الله سبحانه و تعالی داده میشه باید از پول حلال و از پول پاک و از راهی که به دست میآید او راه مشروع باشه. بعد از این که دانستیم که پول صدقه باید از راه حلال باشه، وقت دادن صدقه، این صدقه باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. متاسفانه که بعضی انسان ها وقتی که صدقه میدهند کوشش میکنند صدقات خود را به جای بدهند که آن مردم با اونها گرویده بشن، پیرو اونها بشن، طرفدار اونها بشن، اگر وقت انتخابات باشه به اونها رأی بدن. پس چنین نوعی از انواع که به این نیت صدقه داده شد به پیشگاه الله ارزش نداره. صدقه باید خاص به خاطر الله باشه. وقتی که الله سبحانه و تعالی
صفات بندگان مؤمن و مخلص و انسانهای شایسته بیان میکنه، میفرماید انما نطعمکم لوجه الله. وقتی که دوستان الله سبحانه و تعالی، بندگان الله سبحانه و تعالی صدقه میدن، چی میگن؟ انما نطعمکم لوجه الله، میگن ما فقط به خاطر الله صدقه دادیم، به خاطر الله طعام دادیم، به خاطر الله نان دادیم. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. الله اکبر. ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان، ببین آداب صدقه دادن را. بندگان خدا وقتی طعام میدن، وقتی صدقه میدن، وقتی نان میدن، وقتی کمک میکنن به فقرا و مستضعفین، اینها پاداشی نمیخواهن که در مقابل این نان دادن و این صدقه دادن از اونها چیزی طلب نمیکنن. بر علاوه که چیزی طلب نمیکنن، ولا شکورا، نمیخوان تشکری هم از اونا کرد. بعضی انسان ها میگن به فلانی کمک کردیم، یک تشکری هم نکرد. تو به خاطر الله کمک کردی، به رضای الله کمک کردی، تشکری میخوایی چی کار کنی؟ آیا هدف تو تشکری هست یا هدف تو به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی؟ این آیه قرآن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال به نیت بستگی داره. به چی نیت طعام دادی، به چی نیت صدقه دادی، به چی نیت مسجد آباد کردی، به چی نیت چای حفر کردی، به چی نیت یک پل ساختی، به چی نیت سرک ساختی، به چی نیت بالاخره در راه الله سبحانه و تعالی صدقه دادی. پس آداب اول پول از راه حلال باشه، آداب دوم وقتی داده میشه خاص به خاطر الله و به رضایت الله سبحانه و تعالی داده بشه. از جمله آداب صدقه دادن، صدقه وقتی که داده میشه چیزی در راه الله داده بشه که انسان او را دوست داره. چیزی را برای فقرا و مستضعفین بدهید که اگر کسی برای شما چنین چیزی میدهد شما قابل پذیرش داشته باشید. الله سبحانه و تعالی میفرماید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز قبول نمیشه چیزایی که دوست ندارید اونها را میدید. این صدقه دادن نیست، از گردن رد کردن هست. لباس دوست ندارید و کسی دیگری میدهید، طعام دوست ندارید و کسی دیگری میدهید. پس چیزی را که دوست دارید در راه الله سبحانه و تعالی بدهید، برای فقرا و مستضعفین کمک کنید. نکته دیگر اینه که صدقه بعد از خود منت گذاشتن و آزار دادن نداشته باشه، اذیت کردن نداشته باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. وقتی چیزی برای کسی صدقه میدهید، کمک میکنید، دیگه منت نگذار. من دیروز برای تو کمک کردم، چند روز قبل برای تو کمک کردم، سال گذشته به تو کمک کردم، فلان خدمت را برای تو کردم. منت نگذار و اذیت نکن. از جمله آداب صدقه هست. و آداب دیگر صدقه مخفی باشد بهتر هست. چنان صدقه بدهید. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در زیر سایه عرش پروردگار عالم از جمله 7 گروه یک گروه کسانی هست که چنان صدقه میدهند که با دست راست صدقه میدهند، دست چپ نمیدانه. با یک دست صدقه بده که دست دیگر آگاه نشه، الا که مگر جایی بود که تو علنی صدقه بدی تا دیگران هم تشویق بشن و دیگران هم از تو اسوه و الگوه برداری کنن. این کار مبارک و کار نیکی است. نکته دیگر یا ادب دیگر از آداب صدقه دادن اینه که صدقه آنقدر برای یک شخص دادن نشه که چنان کثیر باشه که شخص فقیر را
به تکبر و به غرور و به اینها واداره. صدقه به اندازهش هست، به اندازه‌ای که احتیاجاتش برداشته بشه، احتیاجاتش رفع بشه. پس از جمله آداب صدقه اینه که کل صدقه به یک نفر داده نشه، چون یک فقیر نیست در جامعه، فقرای زیادی هستن، باید صدقه به بین فقرا و اینها توزیع بشه. همچنین از جمله آداب صدقه در وقت صدقه دادن تبسم داشته باش. وقتی صدقه میدهید در راه الله سبحانه و تعالی، لحظه ای که صدقه را به دست فقیر میگذارید یک تبسم هم داشته باش، نه اینکه حالت غضبناک داشته باشی بگیر برو دیگه. پس صدقه لحظه ای که داده میشه انسان تبسم داشته باشه، انسان خوشحال باشه که من در راه الله سبحانه و تعالی صدقه دادم، الله این توفیق را برای من داده، سرمایه را الله داده، این توفیق صدقه دادن را الله داده، پس باید از الله سبحانه و تعالی تشکری کرد. از جمله آداب صدقه این که صدقه قبل از مرگ باشه. بعضی از انسان ها نگاه می‌دارن یک سرمایه، یک بالاخره مبلغی که من وقتی از دنیا رفتم اینها را وصیت میکنه که بعد از من در راه الله بدهید. اما بهتر همینه که انسان هنوز که از دنیا نرفته در راه الله سبحانه و تعالی صدقه بده. الله سبحانه و تعالی میفرماید و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت. وقتی مرگ فرا برسه شخص چی میگه؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. ای الله فرصتی برای من بده که من در راه تو صدقه بدهم. پس صدقه دادن در راه الله سبحانه و تعالی باید قبل از مرگ باشه. تلاش بکن ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان، تا اینکه صدقه را به دست خود و قبل از این که ملک الموت به بالینت بنشینه در راه الله سبحانه و تعالی صدقه داشته باش. همچنین از جمله آداب صدقه اینه که صدقه اول باید به اقربا و خویشاوندان داده بشه. صدقه ای که برای اقربا و خویشاوندان داده بشه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند این دو اجر داره. یک اجر صدقه هست و اجر دوم اجر صله رحم هست. هم صله ارحام به جا میشه و هم صدقه داده میشه. پس از جمله آداب صدقه اینه که برای اقربا، خویشاوندان، برای نزدیکان، با اونهایی که صاحب قرابت هستن به اونها داده بشه. از جمله آداب صدقه دادن اینه که فرصتهای خوب انسان از دست نده. در مکانهای خاص و زمانهای خاص صدقه داده بشه. چگونه؟ ماه مبارک رمضان ماه خیره، ماه برکته، ماه فضله، ماهیه که مضاعف میشه، چندین برابر میشه اجر و ثواب. در این ماه صدقه انسان بیشتر بده برای فقرا و مستضعفین. و همچنین زمانهای دیگر اجر و ثواب بیشتری داره. مثلا در فصل زمستان هوا سرده، چنان سرده که هیچ کس از خانه خود بیرون شدن نمیتونه. اگر تو برادری که سرمایه داری و تو خواهری که الله برای تو سرمایه داده، تو کسی که الله سبحانه تعالی نعمت سرمایه را خداوند در خدمت تو گذاشته، در هوای سرد در فصل زمستان تو اشیا و آذوقه را بر می دارید، دروازه خانه فقیری را در میزنید، در آن روز بدان که خیلی اجر و ثوابه. او سردی ها را تو تحمل کردی، از خانه گرم خود بیرون شدی و میری دروازه خانه فقیر را در میزنید. یقین بدان که اگر این کار را در فصل تابستان انجام بدهید،
آنقدر اجر و ثواب نداره که در فصل زمستان، چون هر عبادتی که مشقتش بیشتر باشه طبعا اجر و ثوابش بیشتر هست. از جمله آداب صدقه اینه که وقتی که فقیر میایه به دروازه خانه تو و به دروازه دکان یک تاجر و یک سرمایه‌دار، نگو برای فقیر که برو رمضان بیا. این اصطلاحاتیه که در بین جامعه دیده میشه، شنیده میشه. برو رمضان بیا. وقتی که رمضان این فقیر آمد، باز برایش میگن که این صدقه را بگیر تا رمضان بعد دیگه نیایی. و یا این که بعد از رمضان اگر آمد برایش گفته میشه چرا در رمضان نیامدی؟ این الفاظ از ادب به دور هست. اگر صدقه نمیدهید، ندارید، یک تبسم کو دارید، اخلاق نیکو کو دارید. فقیر وقتی میایه اگر نمیتوانید برایش کمک مادی بنمایید، طرفش یک لبخند، یک تبسم داشته باش و برایش بگو که ندارم. اگر دروازه دکان کسی فقیری آمد، تبسمی داشته باش، او را در دکان خود بنشان. اگر چای داری گلاس چای برایش بده. عزت کن، احترام کن، دل یک شکسته را به جا بیار با اخلاق خود، با تبسم خود، با رفتار نیکوی خود. همه اینها صدقه هست. از جمله آداب صدقه دیگر این که بعض انسان ها در طول سال یک مرتبه 1000 نفر را دعوت میکنن و صدقه میدن و بالاخره یک روز صدقه دادنشان هست. از جمله آداب صدقه اینه که هر روز صدقه بده، ولو که کم باشه، ولو که اندک باشه. هر روز صدقه برای فقرا و مستضعفین. فقیر را ناامید نکن. از اینکه یک مرتبه صدقه زیادی بدهید، او را به چندین مرتبه صدقه بدهید، خیلی بهترتر هست. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند اتقوا النار ولو بشق تمره. دین از ما زیاد نخواسته. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما در تحت ابتلا و آزمایش هستیم. احسن عملا گفته شده. چی کسی عمل نیکی انجام میده، نیکتری انجام میده. در اینجا احسن گفته، اکثر نگفته. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر نصف خرمای در راه الله سبحانه و تعالی خالصانه و مخلصانه داده بشه، انسان را از آتش جهنم وقایه میکنه و حفظ میکنه. پس بناهن صدقه دادن تنها سرمایه نیست، تنها پول نیست، تنها این نیست که ما پول نداریم چگونه صدقه بدیم. کسی که علم داره از علم خود صدقه بده. کسی که قوت داره از زور و قوت و بازوی خود در راه الله سبحانه و تعالی دست یک مظلوم رو بگیره، صدقه هست. اخلاق صدقه هست. تبسم صدقه هست. کمک، دست یک بینوا را گرفتن، از یک مظلوم دفاع کردن صدقه هست. تمام امر به معروف، نهی از منکر، همه اینها صدقه گفته شده. خلاصه تو کسی که فکر میکنید من هیچ صدقه نمیدهم، اما از این غافلی که هر روز صدقه میدهید. همین مصرفی که شخص برای زن و فرزند خود داره، خرج و خوراکی که برای زن و فرزند خود هر روز، هر شب، آذوقه‌ای که به خانه میآورید تا اطفال تو، فامیل تو نوش جان بکنن، اینها همه صدقه در راه الله سبحانه و تعالی هست. حتی لقمه غذا را بر دهن همسر خود گذاشتن صدقه هست. همه اینها الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه آداب صدقه دادن را رعایت کرده و از این صدقه چنان استفاده کنیم که شخصی که از دنیا میره میگه یا الله برای من فرصت بدی یا یک بار دیگر مرا در دنیا برگردان، هیچ آرزویی دیگه نداره.
وقتی که ملک الموت به بالین می نشینه هیچ آرزویی دیگه نمیکنه. نمیگه یا الله مرا فرصت بده من روزه بگیرم، نماز بخوانم، حج برم، حتی نمیگه من جهاد برم. میگه یا الله به من فرصت بده. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، فرصت بده چه کار کنم؟ فاصدق، صدقه بدم. علما و بزرگان و مفسرین میفرمایند چون شخصی که از دنیا میره چنان اثرات صدقه خود را میبینه که بار دیگر آرزو میکنه خدایا در دنیا باشم که در راه تو صدقه بدم. الله سبحانه و تعالی صدقات همه ما را مورد قبول درگاه خویش بگردانه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.